بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امروز در برنامه بدانای خواهرم میخواهیم از زنی یاد کنیم که در آغاز اسلام پشتوانه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. زنی با ایمان، با فهم، با وقار و فداکار. حضرت خدیجه رضی الله عنه بنت خویلد رضی الله عنها، نخستین همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم، نخستین زن مسلمان و یکی از بانوان بهشتی. ایشان از خانواده اصیل و ثروتمند در مکه بودند و تجارت می‌کردند و به طاهره معروف بودند. با پیامبر صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی ازدواج کرد و پیامبر 15 سال از بعثت را در کنار او گذراند. نخستین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و در سخت‌ترین لحظات یار و پشتیبانش بود و آیه قرآن و وجدک ضالا فهدی، سوره ضحی آیه 8. علمای تفسیر گفتند یکی از مصداقهای این آیه خدیجه است که مالش را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم فدا کرد. ایشان در لحظات دشوار وحی با تمام وجود پیامبر را آرام کرد و برایشان گفتند قسم به خدا، هرگز خدا تو را خوار نمی کند و تمام داراییش را برای اسلام خرج کرد. در محاصره شعب ابی طالب ایشان سختی های زیادی کشیدند و از دنیا رفتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، حدیث صحیح بخاری، بهترین زنان مریم و خدیجه اند و تا آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد خدیجه را گرامی می داشت. وقت گوشت یا هدیه‌ای می رسید می فرمود برای دوستان خدیجه بفرستید. می فرمودند خدیجه من را باور کرد وقت مردم مرا تکذیب کردند. بیایید نگاه بر بعضی از صفات ایشان بیاندازیم. ایمان خالص، نخستین ایمان آورنده و حمایت از شوهر و دین، ایثار مال و آرامش خانوادگی، وقار و حیا در تجارت و روابط اجتماعی. پس بدانید خواهرم، حضرت خدیجه نمونه از زن مؤمن، عاقل و شجاع بودند. پس بیاموزیم وفاداری، پشتیبانی از دین، اخلاص، حیا و ادب را که همان الگوی برای هر مسلمان هستند. السلام علیکم و رحمت الله.